تصور کن صبح که چشماتو باز میکنی میری گاراژ، جلوت یه صفه از بوگاتی، رولز رویس و مکلارن. برای ما فقط یه رویاست، اما واسه مانی خوشبین اینا زندگی روزمره‌شه. ولی پشت این ماشینای میلیاردی یه داستان فوق‌العاده است. داستان یه مرد که با جیب خالی و بدون حتی یک کلمه انگلیسی پا به آمریکا گذاشت. روزاشو با شستن ماشین و جمع کردن سبد خرید شروع کرد. ولی الان توی یه قصر زندگی میکنه که انگار موزه است. You can see I like everything clean from outside. It looks like an elevator doors, but when you get in, there is a lot that went into this project. So all these. تو این ویدیو قرار از مسیر سخت و پرپیچ‌خم مانی خوشبین حرف بزنیم. از شکستاش، کسب و کارهای میلیاردیش، درآمدهای نجومی، ماشینای خاصش، حضورش تو یوتیوب و خونه فوق مدرنش. قبل اینکه بریم ادامه ویدیو، یادتون نره دکمه سابسکرایب رو بزنین و به خانواده یوتیوب میلیونر بپیوندین تا هیچ ویدیویی رو از دست ندیم. بزن بریم. مانی خوشبین متولد 25 شهریور 1350، یعنی دقیقاً 51 سالشه، تو کرج به دنیا آمد. کودکیش خیلی ساده و معمولی بود، اما پر از سختی و چالش. وقتی 14 ساله بود خانواده‌اش تصمیم گرفتن برن آمریکا دنبال یه زندگی بهتر. تصورش کن یه جوون ایرانی تنها بدون زبان توی یه کشور غریب با جیب خالی همه چیز از صفر شروع کرد. روزای اول مانی کارهای سخت و پول کم براش عادی بود. از جمع کردن سبد خرید مردم تو سوپرمارکت گرفته تا شستن ماشین و کارگری تو مغازه. اما هیچ وقت ناامید نشد و همیشه میگفت باید یاد گرفت و پیشرفت کرد. وقتی 18 ساله بود یه مغازه کوچیک مواد غذایی باز کرد با پول کمی که داشت. اما چند ماه بعد ورشکست شد. پولش رفت و دلش شکست. کلی بار فکر کرد دیگه بیخیال شه. اما مانی اونجوری نبود. میگفت شکست یعنی یاد گرفتن و پیدا کردن راه درست. Like, you know, I was desperate to, you know, succeed, to kind of give everybody comfort. And, you know, and so since I was 14, I was always on the lookout, what can I do to, like, you know, help my parents, you know. حتی تو املاک هم چند معامله بزرگ به مشکل خورد و نزدیک بود همه چی از دست بده. ولی دوباره بلند شد و قوی‌تر برگشت. امروز مانی خوشبین مالک چند تا برند بزرگ و شرکت فوق‌العاده است. تأسیسگذارای سرمایه‌گذاری املاک با پروژه‌های میلیارد دلاری تو لس آنجلس و نیویورک. بلابری لوکس پوشاک و اکسسوری که تو آمریکا و اروپا خیلی طرفدار دارن. شرکت واردات کالاهای لوکس با آمریکا و خاورمیانه. سرمایه‌گذاری تو استارتاپ‌های تکنولوژی مالی و آموزشی. ماهانه بین 5 تا 10 میلیون دلار درآمد داره. باور نکردنیه. ماشینای لوکس مانی که آدمو شاخ در میاره. آدیداس کوگاتی شیرون، رولز رویس فانتوم، مکلارن اسپیتل، پاگانی هویرا، لامبورگینی آونتادور، فراری F8 تریبیوتو. گاراژش تو لس آنجلس یکی از بهترین و لوکس ترین است. خونه‌اش تو بیورلی هیلز لس آنجلسه، حدود 1500 متر مربع. یه عمارت مدرن و فوق لوکس با کلی تکنولوژی باحالی مثل کنترل کل خونه با گوشی و حتی صدا، استخر روباز با نورپردازی خفن، سینمای خونگی 4K با صدای دالبی اتموس، باشگاه خصوصی برای ورزش، کت اتاق خوابای بزرگ با بالکن اختصاصی، طی سیستم امنیتی فوق پیشرفته با دوربینای هوشمند. ارزش این خونه نزدیک 30 میلیون دلاره و بیشتر شبیه یه موزه هنریه. مانی تو یوتیوب هم حسابی معروفه. کانالش بالای 3 میلیون سابسکرایبر داره. ویدیوهاش پر از سبک زندگی لوکس، ماشینای گرون قیمت، سرمایه‌گذاری و نکات موفقیته. درآمدش از یوتیوب ماهانه بین 200 تا 300 هزار دلاره. تو اینستاگرام هم بیش از 5 میلیون دنبال کننده داره و حسابی محبوبه. مانی همیشه میگه موفقیت فقط پول نیست، باور و تلاش مهمتره. این فلسفه باعث شده از یه نوجوان مهاجر به یه میلیاردر واقعی تبدیل بشه. داستان مانی به ما یاد میده با تلاش، شکست و امید میشه به قله رسید. تو هم میتونی، فقط کافیه قدم اول رو محکم برداری.
اگر از ویدیومون خوشتون اومد دکمه لایک رو بزن و نظرتو درباره مانی خوشبین برامون کامنت کن. فکر میکنی یه ایرانی میتونه هر جای دنیا موفق بشه؟ ما خیلی دوست داریم نظراتت رو بشنویم. و یادت نره کانالمون رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندی. خدا نگهدار. از طرف خانواده یوتیوب میلیونر